شیر بچه من، بچه جانم. سلام جناب کندال. بخیر است؟ شما در اینجا چی کار دارید؟ ببخشید خبر نداده آمدیم ولی ناگهان همین طور شده موند. مادامی آمدید گذارید. جامدان ها در همین جا ایستند. امک شب بخیر. در اینجا نایستید، با درون درایید. ینگه گذارید در آنجا شینید. خوش آمدید. تشکر. او روزگار است؟ بله، اینها باشند دخترهای مایا و عاده. دخترها مادر کلونتون. مادر جان، بینید خرگوش. آسیم، خیز به حجره‌مون میرویم. بیا خیز پسرم، بیا خیز.
خوب هستید؟ خوبم پسرم، خوبم. درد میکند؟ گریه نکنید مادر جان. من حاضر رفته جزایشان را میدیم. پسرم، التماس نکن. آنها رو به حال خودشان گذار. درباره‌شان فکر هم نکن. از آنها دور باش. شما در اینجا چی کار میکنید؟ اصلا آنها در اینجا چیکار میکنند امک؟ احوال مادرم را نمیبینید؟ سالهای دراز اینقدر عذابی کشیدهشان کم بود؟ پسرم، من هم از دیدن آن زنی شهری و حرامی آنها شاد نیستم. پگاه از دستشان زمین را گیرم گم شده میروند. با عقل باشید، کمی صبر کنید. نام خرگوشت چی است؟ با من بگو. پاموک. چرا او تماما گپ نمیزند؟ بعد از خبری ناخوش را شنیدن از گپ ماند. وای. ینگم، وکالتنامه روان میکردید میشد. چرا زحمت کشید آمدید؟ بچه ها را هم سرگردان کردید؟ هیچ نپرسیده که خونه رو به گرو مونده بودند، فروختند. همه چیزمون را از دست دادیم. جایی نبود که آنها را مانده آیم. ینگم، حیات همین طور است. کی بودم نمیگویی، که میشوم میگوییم. شما اکنون ما رو آرام کرده ایستاده اید. عاده. آفرین، دخترتون رو نقص تربیه داده اید. مایرش بگو، زمین را فروختن پس پولتان را گرفتم میده به سوی استانبول میروید. من هم برای همین آمدم. همین کار رو حل میکنم. هم بچه ها رو با خویشاوندان پدرش شناس کنم گفته آمدم. ینگه ما رو میبخشد گشنه یا سیر هستید گفتم نپرسیدیم. نه ما سیر هستیم. اینطور باشد به شما جو پرتوینده؟ بسیار خوب می شود. بچه ها هم مانده شدند. مایلش ملکه عذرم خزید زودتر. این چی؟ به حضور خوب روید گفته به یکی از شما در پایان جو پرتافتم. کسی که خوب رود و بالای سرتان آب هم موندم. میلش خوب های نخ. خانم ملیکه. ملیکه خانم گفتی؟ من خالای تو هستم. وای، این آوازی چی است؟ ها، باران لوله رو موش میزند. باران کی است؟ پیسری اپای نسرین. نسرین کدامش بود؟ زنی که ظرف رو شکست. مادرم گفته بودند که دختری خالای پدرم است. توبه، کیکی نباشد هیچ کس پیسندم ناومد. مخصوصا وای کندل که میده به استانبول برمیگردید گفتند. نمیروم، در اینجا بسیار ایستادن میخواهم. آب نوشیدن میخواهی؟ ها یا نه؟ ها.
рӯзгар писарам исто мехалтонӣ. ба куҷо? бо ин овоз хобам намебарад. ада ист. илтимос бас мекардӣ? ада як бор нигоҳ кун. овозаш то инҷо меояд. ба фикрам хоб меравем. ман тамоман нафаҳмидам. ин чӣ гуна муомила, чӣ гуна рафтор бо мо? ӯ маньяк аст чӣ? боз манро ганда мекунад. бисёр писари хуб тарбия карданд. ака дидед, хонашонро аз даст додаанд ва ба ин ҷо барои зиндагӣ кардан омадаанд, вагарна бачаҳоро барои чӣ меовард? ту инҳоро фикр накун духтари хола. пагоҳ пули заминашонро ба дасташон медиҳам, пас он гум шуда мераванд. ака он пул ба онҳо мерасад. насрин, бо ақл бош. ба акаи худ бовар кун. эй худо, кош аз ин ҷо зудтар раванд. боронро мефаҳмида бошад. аз куҷо мешунавад? аз кӣ мефаҳмад? эй худо. ба хайр аст янга? ҳеҷ чиз не. дастшӯӣ меравам. майлаш. гапамонро шунида бошад. шунида бошад, ҳамаи чиз нафаҳмид. гӯш кун насрин, корро калон накунед. худат ба писарат ро эҳтиёт кун. як рӯз не, як рӯз фаҳмад, ӯро гирифта мебарад. оли ҷаноб салчуқ, телефони худро хомӯш кардааст. ба смсҳои ман ҳам ҷавоб намедиҳад. борон ва насрин чаро дар ин ҷо меистанд? намедонам. шояд занак ҷудо шуда бошад. тавба, як буқаро ба воя расондааст. инаш аниқ аст. рост мегӯӣ. ҳамаш мисли як кобус, ҳа? ҳозир бедор мешудему. дар хонаамон мешудем. падарамро бисёр ёд кардам, ада. ман ҳам. падари беҳтарини дунё буданд. барои ман шино кардан рӯё дода буданд. чӣ қадар магар фаромӯш мекунам. як ҳафта таътили моро ту хӯрдӣ. фарз кардем нисбати ӯ ягон хотираи бад надорем. охир он рӯз фақат барои бусидани мо баргашта буданд. ба ин ҷои лаънатӣ омаданд. борон, писарам, чӣ шуд? ба куҷо? зиқ шудам. ба назди тағоям меравам. бисёр хуб, рав. ризо туро барад. ғами ҳеҷ чизро нахӯр, майлаш? чӣ тар нахӯрам, амак? то онҳо нараванд, ман ба ин хона намедароям. ё ин ки ягон нохушӣ рӯй медиҳад. ором шав, писарам. парво накун, пагоҳ мераванд. пагоҳ раҷабро равон мекунам, туро ба фабрика меорад, аз он ҷо ба масҷид якҷамъ меравем, майлаш? рав, ором бош. то боварда натонистам, тағо. магар ба болои модари ман зан мегиранд? шайтон мегӯяд ки ба хона рафта, аз мӯйсари вай занак дошта. девонагӣ накун. чоятро гир. гӯш кун. як мақол ҳаст. қаҳр ояд, чашм сурх мешавад. қаҳр паст шавад, рӯй сурх мешавад. аз рӯи қаҳр кор кунӣ,
پشیمان میشوی. پشیمانی باشد تا آخر عمر پچقت میکنه. پشیمانی؟ من پدرم رو در یک ماه یک بار میدیدم. وای حرامی ها هر روز دربری او بودند. نقص فکر کرده گپ زن. آنها خواهران تو. آنها خواهران من نیستند. من پسری عمکم هستم. فرزندان اصلی پدرم آنها هستند. ببین تو از قهرت میگویی. میدانم برای مراد شما همتون برابر بودید. نه تقو. آنها رو شنیدم. با آنها شنو کردن رو پدرم یاد دادن. با من عمکم یاد دادن. میدانید من با پدرم یگان خاطره خوب ندارم. گوش کن بچم. تو یک ماه بودی. از آلمان برای دیداری تو آماده بودیم. پدرت با هیجان نامی تو را باران ماندم گفت. باران معنای نامت باران است میدانی؟ چون که روزی تولدی تو بارانی سخت باریده بود. مگر نامی مرا بابایم نگذاشته است؟ با تو کی گفت؟ البته پدرت گذاشته است. گوش کن. آن شب خوابم نبرد. به حولی برآمدم. دیدم که در دستی پدرت هستی. او تو را آغوش کرده بود. تو را میخواباند. برای تو را خواباند 20 دوره گذشت. من صدف را در دستم نخواباندم. فقط مادرش میخواباند. بعد چی شد؟ چرا از من دور شدن؟ بعضی جواب ها را وقت شاید میفهمی پسرم. وقت میگویید؟ پدرم رفتن تقو. نیستند. گوش کن. بعضی جواب ها را بعد از گم کردن میگیرند. اول سرت ویران میشود. فکرت پریشان میشود. راست و دروغ را بعد میفهمی. بعد آیسته آیسته آرام میشوی. این را به بلاغت رسیده میگویند. کمی به وقت احتیاج داری پسرم. وقت. خدمتشون رو کنید ولی خوش معاملگی نکنید. بیگانه بودن خود را دانند. اکا мавлуд چی می شود؟ من با اون زن برابر تعزیه قبول میکنم. نسرین راست میگوید. چیکار میکنیم؟ برای از خانه برآوردن بهانه لازم. چرا بهانه میکنیم اکا؟ یگان چیز فکر کنید. ای خدا، با بالای این بدبختی باز کندوشش پیدا شده آمده است. عزلیم دخترم. چای ریز. زودتر. مایلش پای امینه. او تقو این گونه پختپز را در آلمان یاد گرفته اید؟ صدف بسیار دوست می داشت. صدف بسیار باطالی است. باطالی؟ بله تقو. بس خوشبخت. یگان روز یگان ساعتی هست که در فکر او نبودید. برای او زندگی میکنید. پدرم نه برای من زیستند، نه روی خاطری من مردند. فقط خودشان رو فکر کردن. باز وای زن و فرزندانشون رو. بیا صبحانه خوریم. جنابی کندال شما می روید؟ نотариус؟ در فابریکه کار دارم. بعد نصف روزی حل میکنیم. فقط من اول زمین رو دیدن میخواستم. توبه چرا میبینی؟ بالای کو علف نمی براید، سگ نمی گذارد، یک جایی نمی شدگی. با که فروشم که پول دیاد نمیدانم. یک کس بود ولی بعد از بهرش گذشت. ولی شما گفته بودید که زود میفروشیم. شما رو فکر فریب کردن نداریم ینگر. نشود خودم میگیرم.
نه این طور نمی شود. من این رو خواهش کرده نمی توانم. می شود در آنجا یک خانه است میبینی. خانه هم یک ویرانه. از وی هیچ فایده نیست، ولی برای مادرم خاطر است، به بیگانه نرسد. التماس مرا درست نفهمید. از روی باور نکردنم نه، ولی من خودم دیدن میخواهم. مایلش بین، میبینیم چی میشود. رضا رو روان میکنم، یک جا میروید، بعد به نتریس میآید. در روی چی است دادا؟ اوف، رویم رو با قوادی تشناب توزه کردم. با اونجا یک سچاق آویزان کردن. سی کس استفاده میبرد. اینجا مثل استخوانه. دخترها، کار زمین بعد نصف روزی موند. بعد از نصف روزی؟ یعنی باز نیمروز در همین جا هستیم؟ بله همین طور. ولی من به یک جا رفته میآیم. با کجا؟ ما هم رویم؟ نه، به ملیس خانه میروم. شما همراه روزگار باشید. نه مادر جان، ما هم میرویم. بله. من جای صدمه پدرم رو دیدن میخواهم. با گمانم این فکری خوب نیست مایا. با فکرم شما ما رو حالا هم کودک میدونید ده؟ عدا. التماس مادر جان. روزگار جان، ما با اپاهای تو با بیرون میبرویم. تو با بیت میمونی. دخترم، مهمان ها را به سیر و گشت بر. ولی مادر جان، من هم در مولود یکم بودن میخواهم. من میروم. من اونها رو سیر و گشت میبرم. ملیکه رود خوبتر. تو زبانت رو داشته نمیتوانی. نرنجونید اپای امینه. وای، ما یک بیرون میبرویم. با کجا؟ دخترها جای صدمه رو دیدن میخواهند. این طور باشد. ملیکه هم رود. راه را نشان میدهد. سمکم را گرفته میآیم. با شوهرت شناس نشدیم؟ در اینجا نیستند؟ یگان گپی نادرست گفتم. او هم مثل تو شوهرش رو از دست داده است. عذر میخواهم، من نمیدونستم. ما تیاره مادر جان. مایلش دخترها، بیایید برایم. قدری خانم، از شما یک چیز خواهش کنم. من روزگار رو بردن نمیخواهم. احوالش رو میدونید. در نبودن ما او رو نگاه میکردید. اپا، کودکم یک هوا گیرد. تو دخالت نکن اوزلم. بچم، نزدی بیبیت بیا. روزگار جان، ما با تو چی مصلحت کرده بودیم؟ گوش کن، ما با تو به پموک خانه می سازیم. به او سبزی می دهیم، سبزه هم می دهیم. مایلش
بچه جون. تشکر زیاد قدریه خانم. میرویم. بین دل مادر تا باور نتوانست چیزی که نگو یک پارچه مراد. این رو در نزد نسرین بگویید، بعد میبینید. شیرینی ها رو آوردن اکای کندل. یک قوطی رو باشد به شما روان کردن. اکای کندل سلامت باشن گفتند. بلند خیریت که این آلات رو گرفتیم. به نام خدا سخت مانده شدم. اینها رو به کارگران تقسیم کنیم اکا. ما به مولود نمیرویم میگویند. از کار گریختن میخواهند. مولود بهانه. بگو در همین جا دعا خوانند. شیرینی ها رو به کارگران تقسیم کن. رو. لحمه جون رو کی تیار کنیم اکا؟ از کجا میدونم بلند؟ خودت حل کن. میلش. بیا. بیا درو. دست درد رو نبیند. مرا گوش کن بلند. نتریس را حل کردی ها؟ یگان کم بوده نشود. میلش اکا. خوش آمدی باران. نه من تو را انتظار بدم به مسجد. شت مرا گوش کن. طهارت داری ها؟ امک من یک چیز رو دیدم. چی رو دیدی؟ در دستش لگن بود. در زمین ما کار میکرد. من باشد رو به اینجا گرفتم که چای قهوه تیار کند تازه کند. کی گرفتید؟ چرا من خبر ندارم؟ از کجا میدانم بچم؟ تو خوبترش رفته طهارت کن. رو. تماما هیچ چیز نیفتید. پای افزال همیان. نسرین خانم هم همین سوال ها را داده. ولی افسوس هممون سوختیم. هممون پرسیدیم. پدرمان نباید غوطیده باشند. آن کس بسیار خوب شنا میکردند. یک بار گم شده رفت. مثل سنگ راست به پایان رفت. یعنی اگه شما باید دانید که برادرم سوی قصد کرد. سوی قصد. و شما فقط یک چیز را گفته میتوانم. یعنی چقدر زودتر شما این را قبول کنید برای شما همانقدر بهتر می شود. İndiler gökten melekler saf saf Kabe gibi kıldılar beytim tavaf Huriler geldi bölük bölük bur Yüzleri nurundan evim doldunur خوش آمدید. خوش باشید. Hem heva üzere döşendi bir döşek Adı Sündüs döşeyen anı مراد خراب شدی؟ خوبم مادر خوبم. Çün göründü bana bu işler ayan Hayret içine kalmış
با دیدار تو آمدم. باران پسر من، این را قبول کردن نمیتوانی. جای او در نزد من، ولی او پسر من. این را فهمیده گیر، پدرش من هستم. پدرم رو میخوام. دخترها آرام شوید. التماس رفتیم. ینگا با کجا؟ با خانه. نمیشود. مگر این طور میشود؟ دخترها یکمین بار آمدند. یک سیر رو گشت میکنند. نه تشکر زیاد. ما باید به استانبول برگردیم. مادرم هم باید به نوتاریوس روند. акам ҳоло аз фабрика наомаданд. аввал сайру гашт мекунем. ҳалфет бисёр ҷои зебо аст. ба шумо маъқул мешавад. холаатонро наранҷонед духтарҳо. вале модар, каме сайру гашт карда меравем. як дақиқа, дар инҷо як чиз буд. ҷои акай шариф аст. бисёр кабобҳои бомазза мепазад. як умр аз ёдатон намебароред. уф, модарҷон, ман сахт монда шудам. бале модарҷон, ба хона равем. мо ба хона меравем, малика. همدردیمان رو قبول کن. تشکر. همدردیمان رو قبول کن. تشکر سلام. همدردی رو قبول کن. نسرین جان، دلم به تو میسوزه. مراد رو از دست دادی. خدا رو شکر که فرزند داری. خدا بابای عمری دراز دهد. کاری درست نکردید کندال. پنهانی مولود کردید. چیکار میکردیم؟ فریاد میکردیم و خواهرت با کنداشش یک جای به تمام حلفیت یا رکلام میشد. من نسرین رو فکر کردم. می آیند. همه جا را جمع کنید. زود زود. بیا من به تو با اصل شیر نوشانم. ملکه، تو در کجا میگردی؟ مولودی اکت رو خوندند. خیریه خواه، برگرد میزنیم. مولودی کی؟ مولودی مراد. این ها کی هستن؟ باوریم نمی آید. ابروی انگا یک دقیقه ایستید. برای مراد مولود فرمودید؟ بله، خدا قبول کند. بس است دیگر. نمیفهمم چرا با ما خبر ندادید؟
توبه، این آیلوی بود. شما باشه در اینجا بیگانه هستید. باز غمگین نشوید گفتم. شما این را قرار دادن نمیتوانید. او پدری ما است. خب کن. او پدری. خاموش پسرم. او منیک است چی؟ عاده دخترم شد. اقلا شما گفته میتوانستید. چرا با ما مثل بیگانه ها معامله میکنید؟ درد همه ما یک است. ما با هیچ کس همدرد نیستیم. مایلش بگذار من رو قبول نکردید، ولی این کودک های مراد هستند. جناب کندال، مسئله زمین رو حل کنیم. هرچی زودتر از اینجا رفتن میخواهیم. بیایید رفتیم مرحمت. به همتان سلام. بخیر است آقا سردار. از فراد یک جسد یافتیم جناب کندال. مراد است؟ ما این را عمیق نمیدانیم. کمی مانند است. فقط چی؟ جسدی که ما یافتیم از روی شناخته نمی شود. برای همین یگان نفر از اهل آیله باید رفته ببیند. مایلش آقا سردار، بیاید رفتیم. من میروم. هیچ کس نمی رود. من حل میکنم. شما این را قرار داده نمیتوانید. من زنی مراد هستم. امک رفتیم. اکا من هم میروم. نسرین تو نرو. اکا نسرین بچه یکشین. سردار بیاید رفتیم. روزگارا من نگاه میکنم. تشکری زیاد ملکه. ما رو دانسته پرتافته رفتن. چی خیلی تاکسی یابیم؟ ما چی طور تاکسی یابیم؟ تاکسی در اینجا نمی شود. این رو بین. به مرده خانه چی طور رویم؟ به مرده خانه؟ بیاید من شما رو میبرم. مراد شوهری من میگوید. او شوهری من گفت از دستم گرفت. نسرین آرام شو، خودت رو احتیاط کمی این رو بوی کش. نمیخوام هیچ چیز نمیخوام. من سالهایی دراز خاموش بودم. با شوهرم صحبت کردن نتوانستم. من زنش گفتم او رفت. اپا با این دل کتاب می آورد آخیر. بس است. او پسری من بود. یک پارچه دل من بود. تو باشی در فکر کن داشی. آقا سردار، چرا به مرده خانه می رویم؟ در جای شما نمی شود. برای سبب مرگ را فهمیدن جسد را چاک میکنه جناب کندال. برادری من خودکشی کرد سردار. در این گونه حالت ها این کاری مقرری است جناب کندال. امک هم پسرم. به فکر شما پدرم؟ انشالله نه. بارون پسری تو نیست. پسری من. نمیدانم پسرم. رفته میبینیم. با ما نفرت دارند. گویا مادری ما زنی پدرم نباشند. ما فرزندانی آن کس نیستیم. باوری ندارم که مثل ما عذاب کشیدن. حالا پدرم یافت نشده مولود فرمودن. گویا که مردنشان را میخواهند.
گویا که همین رو انتظارم. دخترها التماس بس کنید. جناب فراد نرنجید، عصبی همه ما ویران است. مشکل است میدانم، ولی شما را هم فهمیدن ممکن است. نسرین جان، به تو گیاه جوشاندم، نوش آرام میشوی. شما چه خیلی تا باوردید پای امینه؟ صبر. تماما رشک نمی کنید، خود رو نمی خورید. من اون زن رو 2 روز در خانه طاقت کرده می توانستم. شما باشید با اوزلم 2 سال باز در یک خانه. چی کار میکردم؟ مگر دیگر راه داشتم؟ کی مرا میگرفت دخترم؟ آرام نشستم. من نمیتوانم اپا، من نمیتوانم. پیشتر که او رو نمیدیدم دلم آرامتر بود، ولی حاضری که در نزد چشمم طاقت کرده نمیتوانم. با تو یک چیز میگویم، ولی نرنج. تو رو اقلا یگان بار با یگان زن رفتنش را دیده بودی دخترم. اکنون هم نمیبینی. گیر اینها را مان، پاموک صاحبی خانه گرم شود. مادر کلانت قربانی تو شود. نگاه مراد رو داری، بوی مراد رو داری. گریه نکنم. پدرت میشون آمده گریه نکنید میگفت، دستهایم رو میبوشی. باز چی مونیم با خونه ای پاموکک؟ باز چی مونیم؟ بارون، تو در همین جا انتظار شو. ولی امک پسرم انتظار شو، میگویم کی میداند چه احوال دارد. بعد همین طور در یادت میماند. در همین جاشین. شما با درون نمیدروید. مادر نمیدروید گفتم. محکم کن. مادر جان، پدرم بودن. مادر جان پدرم بودن. گوید انیق بای نیست. در گردنشون خالی مادر زادشتند. مراد نیستند. مادر جان، مادر جان خوب هستی؟ شد خوبم. بیایید از اینجا رویم.
مادر جان. پدرت نبوده است. او نبوده است. پسرم تو چی طور هستی؟ خدا را شکر. چرا شکر میگویید؟ اگر یک مزار میشد و رفته در آنجا دو میخوندید بهتر نبود؟ کوه در پست باشد ولی سنگ در پیشت نه. این امید است. فراد یک دقیقه سردار مناظر می آیم. مایلش. فراد اینجا بیا. آنها را چرا به اینجا آوردی؟ آنها از همه کم مثل تو حق دارند. تو از کی باز ادوکات این زنی شهری شده پسر خاله؟ درست گپ زن کندل. من ادوکات هیچ کس نیستم. فقط از روی وجدانم رفتار میکنم. فراد جای خودت رو نقض دان. من جای خودم رو نقض میدانم. تو پروا نکن. کمی به خودت نگاه بکن نسرین. مادر اقلا شما مرا فهمید. صبر دخترم، صبر. میوه صبر شیرین است. مادر جان دلم پاره پاره شود هم من صبر میکنم، خاموش میستم. ولی بارون چی؟ او جوان خونش گرم. اگر طاقت او تاق شود هیچ کسی شما پیش راه او رو گرفتن نمیتوانید. شما را آگاه میکنم. چه شده ایستاده است؟ چرا همه بیدار؟ را به دم خوب کنید. نسرین میترسد که باران یکان دیوانگی میکند. همین را بحث داشتیم. باران از گپی همه کش نمیبراید. من گوشش رو کشیده موندم. دل شما آرام باشد. نسرین تو از من رنجیده ای؟ نه اکا. بگو من شما را میدانم. چه شد؟ اکا شما مرا در نزد او پس زدید. مرا نبرده به جای من او را بردید. چرا؟ من بردم؟ توبه، من با باران و سردار رفتیم. وای تو خبرداری که آنها را اکی تو به آنجا برد؟ بلند گپ میزنید اکای کندل. شد من هم خیلی آتشین هستم. میدونم ولی چی کاری که نکرده باشند از روی وجدان کردند. سالهای دراز هم مادرم بودند و هم پدرم. من از او یک عمر می ندارم. مرا گوش کن نسرین. از اکات فایده نیست. فایده از من می شود. نقص فهمیده گیر. در نزدی دارم. یک لحظه برای تو رو بینم. تو دیوانه شدی؟ در اینجا چی کار داری؟ دین تو رو در سوش انتظار بودم. چرا نه اومدی؟ گویا کی نمیدونی؟ احوالی ما خوب است. ابروی انگدی اومده بودند و فرزندهایشان همه بدار. دیگرانو فکر نکن. تو رو سخت یاد کردم ملیکه. روی تو هر دم پیش نظرم می آید. این طور نگو، شرم میکنم. قربانی تو شوم. چی جوی شرم است؟ مگر دوست داشته من نیستی؟ بیا رو از اینجا. در یک روز یک ساعت دیدن تو به من کم است. میخواهم که در بری من باشی. گویا که من نمیخواهم. خواستگار فرستانم. تو دیوانه هستی؟ یافتی وقتی خواستگاری رو؟ حاضر همه در ماتم است. بیا از اینجا التماس. در همین جا داد زنم. ملیکه
با کی صحبت داری؟ هیچ کس نیست که در را قلف کردم. یک آوازه شنیدم. وقتی که در را قلف کردم بسم الله گفتم اکا. مایلش. شب بخیر دخترها. شب بخیر. مایله شب بخیر. شب بخیر. янга, тайёр бошед рафтем. чӣ тавре ки пеш гуфта будам, аввал заминро дидан мехоҳам. эй янга, чиро мебинед як болои кӯҳ? набаред, роҳашро нишон диҳед. бедор шудӣ писарам? ризо, ризо! گوش میکنم جناب. با ینگه زمین را نشان ده، بعد به نترس بیار. مرحمت ینگه. илтимос, каме оҳистатар мерондед. ҳаминҷо? ها همینجا. این باشد خانه. ینگه من باید فورا روم. ولی به نتاریوس یک کار را باید عاجل حل کنم. شما اگر از اینجا پایان روید به دست چپ گردید، در نزد نتاریوس میشوید. مایلش، ولی یک دقیقه. توبه، این کار را بیننده؟ سلام علیکم خواهر. سلام علیکم. زمین رو نگاه دارید؟ بله. ولی این را فروختند. چطور نفهمیدم؟ جناب کندل اینجا رو به محمود دمیر فروخت. انیق میدونید؟ پسر آقای من با جناب محمود کار میکند و او گفت جناب کندل و جناب محمود 600,000 نرخ کردند. 600,000؟ جناب محمود پول بسیار دارد. در پناه خدا باشد. 15 دقیقه پس کار ما تمام میشود محمود جان. به نام تو پیغام میگذرانیم. تا بازدید. مدیر، یک قهوه شما رو می نوشیم. چی شد روزگار؟ چرا گریه میکند؟ خرگوش گم شده است. آه دادر جانکم، غمگین نشو، میابیم. ملیکه و اوزلیم همه جا را چپای رسته کردن ولی نیست. به کجا رفتنش ممکن است؟ گریه نکن دادر جان، حاضر گفته میابیم. مایلش جستجو کنید. حاضر میبینیم. پاموک، پاموک، پاموک در کجایی؟ اده
ادا چی شد؟ پامو گم شده است. بخیز کو بمورو. چی کار کنیم؟ اگر یاری میدادی حیران میشدم. بیا دادر جان خودمون میجوییم. با خیر است. در اینجا چیکار دارید؟ زمینم رو دیدنی اومدم. زمین رو؟ بله، نزد نوای خانه. روبروی وی خانه من است. در لبی دریا باشد استخانه من. ها، اینطور باشد. از نقشه های اولی جنوبی کندل خبر دارید؟ چی خاندانی؟ نفهمیدم. با فکر شما نرخ زمینی من چند است؟ نمیدونم. با 600,000 میارزد. کمی زیاد ولی میارزد. با فکر شما جنوبی کندل چقدر دادند؟ 600,000؟ 50,000. جدی میگویید؟ بله. در روزهای آخر فقط یک چیز رو فهمیدم. با هیچ کس باور کردن لازم نیست. با هیچ کس. با کجا؟ با نوتاریوس. نوتاریوس؟ از اینجا دور است. راننده جنوبی کندل نزدیک گفته بود. در حقیقت دور است. اگر خواهید من شما رو میبرم. لازم نی. دیگر از هیچ کسی یاردم نمیخواهم. قیامت کار داریم. در اینجا انتظاریم. در آنجا چرا تماشا دارد؟ انا آمد. ینگه در کجا؟ در سر زمین. تو در اینجا چیکار داری؟ او رو مونده آمدم. چرا؟ جناب، از آنجا تا اینجا 5 کیلومتر راه گردد. عقلش به جایش آمده امضا میکند. به استانبول بر آمده میرود. یا نادرست کردم جناب؟ حیوان، مرا گوش کن. من حرکت کرده زودتر امضا کنه میگویم. امضای او را انتظارم تو باشد. چیکار کرده ایستاده حیوان؟ جناب، من این را تماما فکر نکردم. من تو را یگان کار نکرده. زود رفته دیار زود. ابر خانم التماس شنید. من شما رو تا آنجا میبرم. نوتاریوس بسیار دور است. باز 2 کیلومتر دیگر. من گفتم اگر خواهید شنید، اگر نخواهید نه. التماس شنید. من میبرم. اکنون در زمین کار نمی کنید ها؟ بله همین طور. این طور باشد برای شما بهتر شد. بهتر شد. من از اینجا 1-2 روی مول گیرم. اپا ها، من یک دوستم رو دیدم. حاضر می اویم. مایلش زود برگرد. مایلش. دیگر نمود دارید؟ سلام، چی خبر ها؟ به نزدیک سینفت قفا میمونی میدونی ها؟ نه، با من هیچ چیز نمیشه. چرا؟ تو چی فرق داشته ای؟ کار داشتم. چی کار بوده است؟ چرا پرسیده ایستادم؟ مولودی پدرم بود. نمیدونستم. هم دردیم رو قبول کن. تشکر. تو چرا در اینجایی؟
با اپام بخرید بر اومدیم. ما این چیست؟ روی خطی درس ها. برای من نوشتی؟ نه البته باید می پرتافتم، به تو آوردم. چخیل؟ تو زنویس کردم، اینها رو باشد به تو آوردم. تشکری زیاد. نمی ارزد. من باید روم. نسبی تو چیست؟ خیر اکنون بگو. با درس ها بیا، در وقتی از تو نیست میفهمی. همه جا رو دیدیم روزگار جان. افسوس ولی به فکرم پامو گریخته است. بسیار مونده شدم روزگار جان. التماس دری آنجا قلف است، با اونجا در اومده نمیتوانیم. شد مایلش. دیده نیست. بیا اکنون برای وگرنه غضبین میشوند. تا حال نیافتید؟ او هم در اینجا طاقت کردنم میتوانیست. اوف من زیق شدم. مادرم در کجا؟ زنگ زنیم؟ مایا با تو میگویم با من جواب ده. چی شد؟ هیچ چیز نه. وای این آوازی چی است؟ ها باران لولا رو مش میزند. باران کی است؟ پسری اپای نسرین است. میخواهید که با شما به نتریز درایم؟ لازم نیست. تشکری زیاد. من خودم حل میکنم. انیق میگوید من کندل رو نفس میشناسم. درباره شما یک اکنون مردی. درباره من مرد نیست. با این باید عادت کنم. همه چیز رو از دست دادم. یک تنگ پول هم ندارم. برای به اینجا اومدن انگشترینم رو فروختم. حاضر به استانبول برگردم با 3 فرزند. من چیکار میکنم؟ میفهمم بسیار مشکل. باید یگان چیز کنم. باید موفق شوم. روی خاطری فرزندانم. انا آنجا. من شما رو انتظار میشوم. چرا؟ تا خانه پیاده نروید. برده میمانم. زحمت نکشید. هیچ زحمتی نیست. از آنجا بعد به خانه هم میروم. تشکری زیاد.
من این ریزا رو میکشم. باز در آنجا با این زن یگان چیز روی ندید، باز با او کشمکش کن. ینگه در کجا در مونده؟ پریشان شدیم. ریزای ما باید از میزا چک میگرفت. شما که زمین را تماشا کردید و همان کار را حل کرده است. انشالله بسیار انتظار نشدید. بیایید کار انجام دیم. بلند پول را برار. ما همش را آماده کردیم. شما امضا کنید و پولتون رو میگیرید. در اینجا چقدر است؟ چطوری گفتم 50,000. چقدر دستخوشات بوده جناب کندال؟ تشکری زیاد. ینگه مگر شما بیگانه اید کارتون رو بود کنید. اینجا امضا کنید. من از فکرم گشتم. نفهمیدم. زمین رو به این نرخ نمی فروشم. چرا؟ به نرخ بلندتر می فروشم. مثلا 600,000. 600,000؟ شما عقلتان رو خورده اید ینگه؟ به زمین بالای کو این قدر پول را کی میدید؟ شما اینجا رو استانبول فکر میکنید؟ این قراری من است. مرا گوش کن ابرو خانم، من برای تو کودک نیستم که بازی کنی. برو اینجا امضا کن، پولت را گیرو رو. اصلا کار رو قطع کنم جناب کندال. چی شد؟ گفتم که نمی فروشم. کندال به این عادت نکرده است. جنابی کندال با آنها نگرید. مایرش بیاید رفتیم. من باز یک کاری دیگر دارم. شما روید. تشکری زیاد. پیرات! تو این زن را از راه زدی. ساز گپزن. تو چی کار کردنی هستی؟ من یک زن را از بالای کوه به کجایی که میخواست گرفته آمدم. همه این کارو میکنن. اصلا تو چی کار کرده ایستاده ای ها؟ به اون زن و کودکان رحم نمیکنی؟ غم اون زن شهری را تو میخوری. شوهری او به سری من یک قیامت قرض مانده رفت. شوهری او برادری توست، در پیش چشمت غرق شد. تو از کی باز اینقدر آدمی بی وجدان شده ای؟ تو درباره وجدان گپ میزنی؟ او سبب خودکشی برادرم است. فرد بیا به کار من دخالت نکن. در مقابل تو کودک نیست. من مثل دیگران نیستم کندال. فرد اکا التماس آرام شوید. اکا التماس مرا گوش کن. من وعده داده بودم، وعده نمیدادم. اکا آرام شوید. التماس شد. چیکار میکردی؟ کار بزدی؟ نسرین این کار رو فهمن چی میگوید ها؟ آدم باشی خواهرت را جیانت را فکر کن و زنی شهری را نه. ببخشید اتاق جنابی محمود رو میجویم. انا این طرف خانم. تشکر. چیکار کرده دمک؟ رفتند؟ چی میگوید؟ با تو میخوند؟ نه راضی نشد. بعد از مکتب روز به همه رفته است. همه مثل بارون است. بارون بچه رئیس کو دختری نو اومده رو دیلش رو یافت. تو چی میگویی؟ در بازار شما رو دیدم، بسیار خوش معامله داشته. سفسطه نگو، او به من یوری داد. با ما خیر معلم دیگر هیچ کسی یوری نمیدید. او را ماند. دو تا دخترهای نو اومدند، مثل ملکه هستند. دیده؟ تو چی ها میگویی؟ آنها خواهرهای باران هستند. او بشوخی؟ چخل خواهر؟ من خواهر ندارم. دروغ نگو باران. فرزندای قنداش مادرت. پدرتون یک. اکنون در همین جا زندگی میکنند. پدرت در وقت حامله داری مادرت در استانبول عائله دار شده است. باز عهد نکاح کرده است. زن هم بد نیست. پدرت هم بلا بوده است.
اون طرفیست آدم شود لعنتی ها تو دیوانه شدی؟ خوب هستی؟ نه خود را آدم فکر میکنند. افسوس ولی جناب محمود وقت ندارند. دیگر روز به قبول اون کس در آمدن میخواهید؟ گفتید که بسیار مهم است. بله گفتم. ولی من به استانبول میروم. امروز البته باید صحبت بکنم. افسوس. خانم به کجا میروید خانم؟ از من نرنجید، به تکلیف در اومدم. ولی من گفتم که وقت نداره جناب محمود. شو دخترم تو برا. من شما را برای زمینی که در شنوردی جایگیر است ناراحت کردم. گوش میکنم. من صاحب زمینم و به فروختن تیار هستم. بسیار خوب. ولی من از فکرم گشتم. چرا؟ مسئله پول باشد حل میکنیم. نه گپ در پول نیست. فکرم را دیگر کردم. برای چی؟ روی خاطر جناب کندل؟ نه جانم، با او علاقه من نیست. فکرم را دیگر کردم. میفهمم. میبخشید. در روزهای آخر فقط یک چیز رو فهمیدم. با هیچ کس باور کردن لازم نیست. با هیچ کس. با تو چی شد بگوی؟ تو چرا غمگین هستی؟ مایا اده تنها موندن میخواهم التماس. من باشم از اینجا رفتن میخواهم. بیا روزگر. خوش آمدید. تشکر. نسرین نیست؟ در انبار حاضر می آیند. با شما قهوه کنم؟ نه تشکر خواهرم. فیرات خوش آمدی. تشکر خاله جان. گرسنه‌ای به تو یگون چیز بیارم؟ نه تشکر خاله. خوش آمدید اکا. حاضرین رو مونده می آیم. وی زن در کجا است؟ کارش را حل کرد؟ پسر خاله هم آمده خلال نمیرساند حل میکردیم. حاضر میرفتند. شما خلال رساندید؟ کار حل نشد. آنها در همین جا میمانند. این را از اکاد پرس. زن شهری را او به نتریس آورد. چی گفت نمیدانم ولی او از فکرش گشت. تو حقیقت را بگو. نسرین اکنون در همین جا میمانند. تو رفت خمیرت را بکن. اکنون چی می شود؟
آنها را یگان کار کرده از این خانه پیش میکنم. شما پروا نکنید. مادر شما در کجا؟ آماده ایستادم. کمی پس در خانه میشوم. شما نمیدانید در اینجا چی ها میگویند؟ زمین را نفروختید همین طور ها؟ بله، بعد نقل میکنم. مادر جان از اینجا رویم. چیزی که شود ولی رویم. دیگر یک دقیقه هم ایستادن نمیخواهم. میرویم دخترم. حاضر میآیم. شما مرا تماما فکر نمی کنید اکا؟ چرا با اون زن کمک میکنید؟ نسرین خواهر جان، وای زن یگان گناه ندارد، هیچ چیز رو نمیداند. شما فکر میکنید که همه چیز رو دانسته زیستن آسان‌تر است. او فکر میکرد که مراد فقط از آن اوست، ولی من 17 سال میدانستم که آدمی دوست داشتن با زنی دیگر دارد. در یک ماه 4-5 روز رویش را دیده شکر کرده میزیستم. شما فکر میکنید این آسان است؟ پدر در وقت حامله‌داری مادر در استانبول عائله‌دار شده است. باز عهد نکاح کرده است. زن هم بد نیست. پدرت هم بلا بوده است. چی شد ینگه؟ مانده شدید؟ مرا ینگه نگوید. جنابی محمود را شما از راه زدیده؟ شما از کجا جنابی محمود را میشناسید؟ مادر؟ لباس هایتان را جمع کنید. مایلش. روزگار رو هم آماده کنید. فوراً از اینجا میرویم. ینگه بس دیگر با من بازی نکنید. ابرو خانم، من با شما بازی ندارم. فراد از آلمان 6 ماه پیش برگشت. نرخ زمین آن طرف استاد، نرخ پیسته را نمیداند. جناب فراد با من چیز نگفت. من خودم فهمیدم. توبه، محمود به خودش هم داماد و هم عروس شده است. تو را میزاج فکر کرده ترساندن خواسته است. او بسیار عیار است. مایا خیز می رویم. مادرم آمدند البته. تو چی را انتظاری؟ تیار شو می رویم. میدانم تو را نقص میفهمم. شما مرا نمیفهمید اکا؟ وقتی که اون زن و فرزندانش در اینجا هستند شما حسیاتی مرا نمیفهمید. خواهر جان مرا غمگین نکن. من شما رو غمگین میکنم؟ این شما به زخمی من نمک پاشیده ایستاده اید. نسرین، پیشکه شوهرم هستید گفته حرمت میکردم. حاضر باشد. گوش کن ابرو خانم، یک دیگر رو دوست داشتن و یا حرمت کردن ما شرط نیست. به شما میگویم که این زمین را بغیر از من هیچ کس نمیگیرد. فروش و به خانه‌ات برگرد. وای زمین را به شما اصلا نمیفروشم. نفروختم چی کار میکردی؟ فرزندان در مسجد گدایی میکنند، دست نراز میکنند. در حیاتم مثل شما آدمی بی وجدان بی تربیه را ندیده بودم. تو چی گفتی؟ کندان گندل دیدی اکات را؟ حیات خود را، فرزندانت را فکر کنی رو از اینجا، وگر نهگان بدبختی روی میدید. ادا با کجا؟ آوازها را نمیشنوی؟ مادرم را تنها دیدن زوری دارند. باز تو در بین در و ادا رفته ایستاده ایم. باز شرم نکرده مرا تهدید میکنید؟ زنی برادرتون رو، جنهایتون رو. به این خانه شوهر من هم حق داشت و فرزندهایش هم.
با کجایی که خواهم میروم، در کجایی که خواهم میستم، با هیچ کسی ثابت دادنی من شرط نیست. تو چه خیلی زن هستی؟ یگون قطره غرور داری؟ دخالت نکن دختری خاله. بس است که همین خیلی خاموش گشته مرده روم. تو رو در این خانه هیچ کس دیدن نمیخواهد. حالا هم نفهمیدی؟ از این خانه دفع شو. من فکر میکردم که دردی ما یک است. شما مثل من شوهرتون را گم کرده اید. شما هم روی خاطر فرزندتون زندگی دارید. فکر میکردم که از همه بهتر من رو شما میفهمید، ولی خطا کردم. درد منو تو هیچگاه یک خیل بودن نمیتواند. دفع شو. برای چی با ما دشمنی میکنند؟ عقلم نمیگیرد. گویا که یکی از آنها را کشته باشیم. من نمیدونم دردی آنها رو. من رفتم مادرم رو بینم. ایستا، من هم میروم. تو در همینجا ایستا روزگار جان. مایلش سبب ما رو از شما دور نگاه داشتن مراد را اکنون فهمیدم. مادر، این دو دوای چی بود؟ هیچ چیز نی. از ما چی میخواهند؟ ما با آنها چی کار کرده ایم؟ مادر جان، من باید یک چیز رو به شما نقل کنم. شما بارتون رو گرفته با پایان فرایید. حاضر یگان گپی سخت میگویم. نیست خرگوشی. تو چی کار کنم؟ از کجا یابم؟ بس کن ادا. نمیبینی غمگین است. که ها باز مادرم در پایان انتظارند. مایلا شما ایستید، من رفتم. شاید پاموک هم در اینجا ایستاده نخواسته است روزگار جان. شاید او را در بیرون یابیم. ها؟ رفتیم. هر دویتون هم از حد گذراندید. گپ زدن هم ادب دارد. این زن گپ را نمیفهمد مادر جان. مادرم راست میگویند اکا. من شرم کردم. چرا شرم کردی؟ اکا چی گفت نشنیدی؟ با دهانش یک تو میزدم بعد نغز میفهمیدی. شما پایان فرایید دخترم، من حاضر میایم. باران، تو چی کار میکنی؟ خاموش، نامی مرا به دهان نگیر. بچه هایت رو گرفته از اینجا گم شده میروی. دیگر هیچگاه بر نمیگردی. فهمیدی مرا؟ اوف، زودتر. خانم نسرین، حقیقت رو باز چقدر پنهان کردن میخواستید؟ مرا به عقل فکر نکنید. شد، میرویم. لباس هایم رو جمع کرده ایستادم. آن زمین رو به نام عمکم میگذرانی. فهمیدی؟ میجه نزده تو رو میکشم.
شو لازم نه سلاح رو دور بکنم. چی شد؟ ترسیدی؟ در پایان حافظی داشتی؟ از همه خوبش تو رو میکشم. همه مشکلی ها حل میشوند. Audio Jungle.